نازکترین گوشی دنیا نه آیفون ایره نه S25 ایجه، بلکه نازکترین گوشی دنیا تکنو پووا اسلیمه. بیایید با هم بریم ببینیم ضخامت این گوشی اندازه چند تا کارت بانکیه. توی جعبش که همه چی کامله، مثل سامسونگ و اپل نیست که گدابازی در بیاره. آداپتور و کابل شارژ و سوزن سیم کارت و قاب ژله‌ای هم که تو جعبش داریم میبینیم. اصل کارم که خود گوشیه. تو رو خدا تو فقط اینو نگاه کن، چه طراحی ظریف و باحال و جیگری داره. خود گوشی کیفیت ساخت خوبی داره، خیلی جمع و جوره. ضخامتش هم که فقط 5.95 میلیمتره. پشتش مودلایت یا همون چراغای رو داریم که با اومدن نوتیف رو گوشیتون اون چراغ روشن میشه و حس بامزه‌ای بهتون میده. مشخصاتش هم که با توجه به این که کامپکت و جمع و جوره خیلی خوبه. تراشش دایمنسیتی 6400، صفحه نمایشش 144 هرتزه و از همه مهمتر امولده. و اینجای داستان جالبه، داینامیک آیلند هم داره و کنارش یه باتری 5160 میلی آمپری داره که با شارژر 45 واتی که داخل جعبش هست کار برات در میاره. عکساش هم بد نیست، یه سنسور اصلی 5 مگاپیکسلی داره. در آخرم شما فقط نگاه بکن، ضخامتش فقط به اندازه 6 تا کارت بانکیه. آقا مگه داریم؟ این گوشی رو ما موجودش داریم. برای استعلام قیمت و دیدن مشخصات بیشتر کپشن رو یه نگاه بنداز. ارادت.